فلا یجیبه احد، هیچ کسی نیست که آن روز جواب گرداند. نه پریس کانفرنسی است که پرزیدنت ها برایم پریس کانفرنسی جواب گردانند، نه تلفن های گوشی است که به دست سوال و جواب پروردگار سوالش جواب گردانند، زیرا که همه به خاک یکسان شد. سرکشانه که همه کردند و دعوای منی، سرکشانه که همه کردند و دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. در این وقت ذات اقدس خودش، ذاتی به عیب و پاک خودش پروردگار با خودش جواب میتید. به این سوال خودش باز خودش جواب میگرداند. سوال چی بود؟ سوال چی بود عزیزان من؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. امروز پادشاهی حقیقی کیست؟ امروز فرمانروا کیست؟ امروز حکومت در دست کیست؟ لله الواحد القهار. امروز حاکم، امروز حکومت دار، امروز فرمان بردار، امروز حاکم سودیه فقط الله است. خدای یکتای غالب و توانا که همه موجودات نابود کرد فقط اوست. لله الواحد القهار.